يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه قاعده اخفا. يا حامل القرآن. اخفا قاعده چهارم نون ساکن و تنوین می باشد. سوال: حرفای اخفا چند تا است؟ جواب: 15 تا، یعنی 15 تایی که باقی ماندن بجز از حرفای قاعده اظهار، اقلاب و ادغام. این حرفا ت، ث، جیم، دال، ذل، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف. اینها هستند حرفای اخفا. يا حامل القرآن. سوال: اخفا چیست؟ جواب: نون ساکن یا تنوین به یکی از این 15 حرف ها روبرو آید، نون را از جای برآمد این حرف پوشیده کمی با دماغ خوانده می شود. مثال: من قبل عاقرا فهبلی، من قبل عاقرا فهبلی. يا حامل القرآن. برادران عزیز، بر یک چیز اعتبار بدهید که اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرفای استعلا آیند، اخفای ما کمتر غفظ خوانده می شود و اگر حرفای استفاله آیند، اخفای ما کمتر باریک خوانده می شود، به سبب آنه که در وقت تلفظ اخفا ما باید زبان خود را به مخرج حرف بعدی تیار بکنیم. مثال: من قبل. ببینید که حرف قاف حرف استعلا هست، حرفی که غفظ خوانده می شود، به همین سبب اخفای ما کمی غفظتر خوانده می شود. من قبل. و مثال دیگر: من شری، من شری. حرف شین که حرف استفاله می باشد، یعنی حرفی که باریک خوانده می شود، به همین سبب اخفای ما کمی باریکتر خوانده می شود. من شری، من شری. يا حامل القرآن. در آخر یک چند مثال ها از قرآن کریم برای قاعده اخفا به شما می آوریم. مرحمت آنها را گوش کرده و تکرار بکنید. منصورا، 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 بريح صرصر، بريح صرصر، بريح صرصر، تنذرهم، 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 أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم. مثال التنوين: عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. والأنثى، 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 ماء ثجاجا، ماء ثجاجا، ماء ثجاجا. منكم، 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 كراما كاتبين، كراما كاتبين، كراما كاتبين. أن جاءه، أن جاءه، أن جاءه. عين جارية، عين جارية،
عين جارية من شيء من شيء من شيء شيء شهيد شيء شهيد شيء شهيد من قبل من قبل من قبل شيء قدير شيء قدير شيء قدير الإنسان 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 خمسة سادسهم خمسة سادسهم خمسة سادسهم من دوني من دوني من دوني من دوني وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا عن طبق عن طبق عن طبق عن طبق كشجرة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة المنزلون 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 نفسا زكية نفسا زكية نفسا زكية أنفسكم 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 تبعا فهل تبعا فهل تبعا فهل من تفاوت من تفاوت من تفاوت حلية تلبسونها حلية تلبسونها حلية تلبسونها منضود 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 قسمة ضيزى قسمة ضيزى قسمة ضيزى انظر 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 قرى ظاهرة قرى ظاهرة قرى ظاهرة. این بود پایان درس امروزه. خداوند به هر یکی ما و شما آموختن این علم را آسان گرداند. برادر و خواهر عزیزم، شما می توانید در کانال ما نوارهایی که خصوصاً درباره مخرج حرف ها هست یافته از آنجا تماشا کرده مخرج حرف های زبان عربی را آموزید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.